وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. با عرض سلام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما دوستان و عزیزان گرامی، امشب شب قدر هست به احتمال 99%. دوستان گرامی، و اعمالی که ما باید در این شب انجام بدیم: بعد از افطار 11 بار سوره حمد را بخونیم و ثوابش را برای حضرت رسول الله صلوات ربی علیه و آله هدیه بکنیم. بعد از آن در اتاق خلوت، جایی که سر صدا نباشد، بهتر هست، شروع میکنیم 100 بار استغفر الله میگیم، 100 بار صلوات میفرستیم و 7000 بار. اعمال اصلی از اینجا شروع میشه. اون 100 بار صلوات و 100 بار استغفار مقدمه هست. 7000 بار لا اله الا الله، 12000 بار یا ودود، 3000 بار استغفر الله میگیم. هر صیغه استغفاری که بلد باشید درست است، ولی بهترین صیغه استغفاری که بگیم این هست: استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. این بهترین صیغه استغفار میتونه باشه. و 666 بار لفظ جلاله رو میگیم: الله الله الله. و بعد از اون که این اعمال تمام شد، باز مجددا میتونید که همون لفظ کلمه توحید و لا اله الا الله رو تا طلوع فجر ادامه بدید، یا هر عمل دیگری که به دلتون بیفته. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی این شب با قدر و با عظمت و نصیب همه من و شما و نصیب همه انسانهای خوب و صالح و لایق و شایسته بفرماید. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله.